خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از معروف‌ترین زوجهای دنیای شخصیت شناسی، یه ترکیبی که همیشه حرف و حدیث دورشه، INFJ و ENFP. خیلیا به این رابطه میگن یه پیوند روحی، یه جورایی انگار نیمه گم شده هم هستن. ولی خب واقعا داستان چیه؟ چی باعث میشه این دوتا تیپ شخصیتی انقدر قوی به سمت هم کشیده بشن؟ بیایید با هم یه شیرجه عمیق بزنیم تو این ماجرا. واقعا داستان برخورد دو تا دنیای کاملا متفاوته. یه طرف INFJ رو داریم، اون عارف گوشه‌گیر با دنیای درونی عمیق و ساکتش، طرف دیگه ENFP، اون پروانه اجتماعی که دور و برش پر از شور و هیجانه. سوال اصلی اینه چطور ممکنه این دوتا شخصیت اینقدر عمیق به هم وصل بشن؟ خب همه چیز از یک لحظه خیلی خاص شروع میشه. میدونید اون لحظه‌ای که این دو نفر که معمولاً تو این دنیا احساس میکنن وصله ناجورن، یهو به هم نگاه میکنن و حس میکنن بالاخره یکی پیدا شد که منو میبینه. ببینید نکته اینجاست که هر دوی اینها یعنی هم INFJ و هم ENFP آرمانگرا هستن. جفتشون دنیا رو بیشتر با حس و شهودشون درک میکنن تا با واقعیت‌های خشک و خالی. همین نگاه مشترک مثل یه زبان مخفی بینشونه که پایه اصلی این ارتباط قوی رو میسازه. با اینکه ظاهرشون خیلی فرق داره، هر دو یه جور تنهایی پنهان رو با خودشون حمل میکنن. INFJ همیشه حس میکنه افکارش اونقدر عمیقه که کسی نمیتونه بفهمتش و ENFP هم حس میکنه بقیه فقط ظاهر شاد و سرخوشش رو میبینن و اون شور و شوق عمیق درونش رو جدی نمیگیرن. و بعد بوم، اون لحظه جادویی اتفاق میفته. تصور کنید ENFP با تمام هیجانش از عجیبترین رویاهاش حرف میزنه و INFJ به جای اینکه بگه این که غیر ممکنه با دقت گوش میده و معنای پشت اون رویاها رو میبینه. دقیقاً همینجاست که نقاب‌ها میفته و هر دو حس میکنن بالاخره خونه رو پیدا کردن. اما جادوی اصلی داستان تازه از اینجا شروع میشه. جایی که میبینیم چطور تفاوت‌هاشون نه تنها باعث درگیری نمیشه، بلکه مثل قطعات پازل همدیگر رو کامل میکنن. واقعاً مثل یه رقص هماهنگ بین دو نیروی متضاده. از نظر شهودی ENFP مثل آتشبازی میمونه، پر از ایده های رنگارنگ و بی انتها که دنیای INFJ رو روشن میکنه و از اون حالت تک‌بعدی درش میاره. در مقابل INFJ مثل لیزر عمل میکنه. تمام اون ایده های پراکنده ENFP رو میگیره و بهشون عمق و جهت میده. یه جورایی بهشون معنا میبخشه. توزیع احساسات هم همین مکانیزم رو داریم. ENFP که خیلی به اصالت فردی و ارزش‌های درونی خودش پایبنده، با INFJ یاد میده که بابا یکم هم به فکر خودت باش. از اون طرف INFJ که همیشه نگران هماهنگی و احساسات بقیه است، به ENFP کمک میکنه تا بفهمه کاراش چه تأثیری روی دیگران میذاره. یه جورایی به هم درس میده. و خب این درک عمیق کم کم تبدیل به یه جور ستایش متقابل میشه. انگار هر کدومشون توی اون یکی آینه اون بخشی از وجودشون رو میبینن که همیشه حسرتش رو داشتن. از نگاه INFP، ENFP دقیقاً همون رنگیه که دنیای اغلب سیاه و سفید و درونگرایانش کم داشته. اون شور و حرارت، اون شجاعت برای تجربه زندگی، اون انرژی که ENFP از خودش ساطع میکنه، برای INFP چیزی کمتر از جادو نیست. و حالا از نگاه ENFP، اون INFJ رو مثل یه اقیانوس آروم و پر از رمز و راز میبینه، یه پناهگار امن که توش میتونه برای اولین بار نقاب همیشه شاد و پر انرژی بودن رو برداره و خود واقعیش رو نشون بده، جایی که بالاخره یکی اون رو عمیقاً میبینه. خب تا اینجا همه چیز خیلی شاعرانه و عالی بود، اما وقتشه که از این حباب جادویی بیایم بیرون و کمی واقع‌بین باشیم، چون هیچ رابطه‌ای حتی این یکی یه داستان پریان بی‌نقص نیست. چالش‌های دنیای واقعی همیشه وجود دارن. سوال اینجاست: آیا این درک عمیق و جادویی اولیه میتونه در برابر مشکلات روزمره زندگی دووم بیاره؟ جالبه که همون چیزهایی که در ابتدا براشون جذاب بوده میتونه تبدیل به بزرگترین نقطه اختلافشون بشه. مثلا به سبک زندگیشون نگاه کنید. INFJ عاشق برنامه‌ریزی، نظم و قابل پیش‌بینی بودنه. از اون طرف ENFP از برنامه متنفره و دوست داره تو لحظه زندگی کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی INFJ ممکنه ENFP رو بی‌مسئولیت ببینه و ENFP هم INFJ رو یه آدم کنترلگر بدونه. یا مثلا انرژی اجتماعیشون رو در نظر بگیرید.
باتری اجتماعی INFJ خیلی زود خالی میشه، ولی ENP از بودن با آدم‌ها و تجربه‌های جدید انرژی میگیره. این تفاوت‌ها میتونه خیلی دردسرساز بشه. خب با همه این حرفا، با این همه جادو و این همه چالش، چطور میتونیم این رابطه رو جمع‌بندی کنیم؟ به نظرم بهترین توصیف برای این رابطه استعاره ریشه و پروانه است. این تصویر خیلی قشنگ اون ماهیت مکمل بودن و همزیستیشون رو نشون میده. تصور کنید INFJ اون ریشه محکمه، همونی که ثبات میده، عمق میده و تغذیه میکنه و ENFP اون پروانه زیباست که پرواز میکنه، دنیا رو کشف میکنه و رنگ و زیبایی میاره. ریشه به پروانه یه جای امن برای فرود اومدن میده و پروانه به ریشه جرأت پرواز کردن و دیدن آسمون رو میده. در نهایت داستان این دو نفر به ما نشون میده که چطور دو تا روح کاملا متفاوت میتونن پیچیدگی‌های هم رو بدون حتی یک کلمه حرف زدن درک کنن. این فقط یه داستان برای INFJ ها و ENFP ها نیست. این یه الهام بخشه برای هر کسی که دنبال یه ارتباط عمیق و واقعی میگرده. و سوال آخر اینه، اگر این زوج بتونن با بلوغ و آگاهی از پس چالش هاشون بر بیان، واقعاً میشه رابطه‌ای جادویی تر از این پیدا کرد؟